بچه شاید واسه شما هم جالب باشه که پلیر جهانی چطوری پلی میدن که میتونن به هایست 4000 یا 5000 استار برسن. امروز قرار به یکی جانگلر جهان ریاکت بدیم و همونطور که میبینید تو این سیزن یکی جانگلر جهان ایشونه با هایست 5863 استار. بچه اصلا عدد شوخی برداری نیست و همونطور که میبینید هیستوریاش هم همه ویره ویل 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 ویل. تو این سیزن 96% وین ریت داشته با 272 تا مینیاک. بچه آمار مینیاکش خیلی برام جالب بود و از اون جالبتر و عجیبتر آمار فیوریتشه، چون به شدت گلوبالی داره. ببینید 3 6 9 12 15 16 17 18 تا گلوبالی بچه روی کانتش داره. تو این ویدیو قرار به یکی از بازیاش ریاکت بدیم و ببینیم واقعا چطوری میشه که اینقدر خوب پلی بدم. پس تا آخر ویدیو حتما همراه ما باشید. داشت یادم میرفت امیر بیتور اینجاست. درود بر شما رفقا، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. به ویدیو جدید خیلی خوش اومدید. خب بچه‌ها، همونطور که از اول ویدیو دیدید قراره به یک جانگلر جهان ریاکت بدیم و از شانس خوب ما طرفم برداشته هایابوسا پیک کرد، یکی از هیروهای ماین خودم هستش. بچه‌ها این ویدیو نکته زیاد داره، همین اول کاری بگم که یادم نره. بچه‌ها این تاکایی که کنار هایابوسا می‌بینید که ماتیلدان پیک کرده نفر 2 جهانه. یعنی فکرشو بکن نفر 1 و 2 جهان دارن با هم بازی میکنن. حالا آمارو بقیه‌شون ندارم، ولی اینکه از 1 و 2 جهان دارن با هم بازی میکنن خیلی پشم ریزون بود. فکر کن شما مچو استارت میکنی و میبینی 1 و 2 جهان تو یه تیم افتاده به شما و این پشم ریزون ترین اتفاقیه که میتونه تو موبایل لژند بیفته. خب از همین اول کاری میبینید که دهن هایابوسا سرویس شده و جولیان هایلوس ریختن سرش و نمیذارن که فارم کنه. خیلی از همین اول بازی میبینید که بازی رو اوج خودشه. خب هایابوسا اسکیل دوشو میزنه رو جوشین، ولی خب فکر نکنم اتفاق خاصی بیفته و هیچ کدوم از تیم‌ها بخوان که فرست بلاد بدن و همچنان هایابوسایی که ناکام رو لول 3 مونده و اولتش هنوز فعال نشده، یعنی نذاشتن که فعال بشه. بچه جولیان خیلی پیک مناسبی کرد. چرا؟ چون هایابوسا مسلما هیرو لیته و میبینید که هر جا داره هایابوسا میره جولیان هم پشت سرش راه افتاده و داره اذیتش میکنه با این خاصیت ایرلی بودن، داره بهش زور میگه یه جوری و میبینید که آخرین جانگل تیم آبی هم دزدید و از آن خودش کرد و همچنان هایابوسایی که شار نشده و اولتش فعال نشده. میبینی که بچه‌ها بوله دومش هم داره میاد و اون موقع تازه داره مثلا تانک یعنی داره 4 شده، این از 4 نشده. خب ماتیلدا اولین ضربه رو به ترتل میزنه و اونجا هایلوس وایستاده که شو بده. بله جولیان هم بهش دیگه داره فارم میکنه که بعدش بهش جوین بده و بگیرن دیگه بچه‌ها. بعد این موقعیت بعد برن سراغ ترتل. خب میبینید اینجا این پایینم هریس و مسکو با هم درگیرن و فعلا اتفاق خاصی نیفتاده. بله بچه‌ها تیم قرمز جوین داده و هایابوسا نقشه بیرون تا کجا داره میره؟ چرا نرفت رو ترتل؟ فکر کنم داره میره سراغ بافش. بله داره میره سراغ بافش. اینجا فکر کنم بگیرن ایزیو، چون خب هایابوسا نیست که ریتریبیوشن بزنه و بله ایزی میگیرن ترتلو و فکر کنم فهمیدن که اومده سراغ بافش و همشون دارن میان اینور. بله بافشو میزنن در میره. هایلوس هم متوجه این قضیه میشه ولی خب دیگه خیلی دیره. بچه‌ها مسکو رو ببینید با چه دمیج زیر تاوره. هایلوس میره بالا سرش و مسکو با اسکیل دو میچسبونتش زیر تاور، دمیج میخوره. از اینورم تیم قرمز داره جوین میده، قیچی نشه این وسط. هایابوسا میزنه مسکو رو ولی خب فکر کنم اینجا بمیرن دیگه. اوه چه اولت تمیز میزنه گاتوت. بله اینجا جوشین میزنه هایابوسا رو اونجا اون وسط. گاتوت رو ببین چه مردونه داره دوام میاره. بچه خیلی دیر تیم فایت دادیم و میمیره دیگه، نمیتونه در بره. بله جوشین دابل کیل میگیره. هریس رو ببین بچه‌ها چه داره تک خوری بازی میکنه، میزنه گاتوتو ولی خب دیگه از اونور سی سی دهنشو سرویس میکنه. بله خب فعلا بازی آروم شد بچه. اونجا نباید هریس میرفت جلو و نباید فید الکی میداد. نمیدونم چرا با عقل خودشون اینجوری بازی کردن. بچه یه سوال دیگه من دارم، یه نکته دیگه که دارم، چرا الان جوشین بند نیست؟ چرا تو رنک جهانی نباید جوشین بند باشه در حالی که اصلا جوشین تو رنکای ما دائم البنه؟ حالا نمیدونم با چه استراتژی دارن بازی میکنن که جوشین رو بند ندادن. خب برگردیم به ادامه بازی. اونور ببین بچه‌ها 4 نفر ریختن سر گاتوت. آخه مش یا چجوری با چه عقلی داریم میرین سمت گاتوت میخوان کیلش کنین؟ حالا همشون پخش شدن ولی خب همین که بهش فکر کردن هم متوجه شدین چقدر نوبن که سر گاتوت با این هیرو به این سفتی میخوان راش بدن. خب برگردیم به ادامه بازی. اینجا ماتیلدا بچه چه همکاری تمیزشون اینو میمیره دیگه بچه، نمیتونه فرار کنه. چه همکاری تمیزی کردن هایابوسا و ماتیلدا. به میبینید بچه دیگه وقتی زیاد با هم بازی کنه 1 و 2 جهان هم باشید اینجوری
میشه اینجوری کیل میگیره، اینقدر به اینقدر تمیزی. خب هریس اون وسط زیر تاوه خفتش کنن، اولتشو میزنه که حداقل فید نشه. بله چی زیر تاوه چه اتفاقی می‌خواست بیفته خدا میدونه. بچه اینجا هم یه دیلی ریز داشتیم، وضعیت گوشی ماست دیگه یه لحظه چپید به هم. خب اینجا ماتیلا ببینیم چیکار میکنه، فعلا اتفاق خاصی نیفته. اینجا جولیان کمپ کرده بعد خب شو میشه. اوه این وسط چه فستندی به قول گفتنی از هایابوسا دیدیم. خب اینجا ایوم همه رو استان میکنه با اولتش، ببینیم چه اتفاقی میفته. کی کیل میشه این وسط. آیلاس میخواد جون بکنه در بره ولی خب نمیتونه. جولیان هم با یه چوز اچ پی ده میرون. بچه گاتوت خیلی داره خوب بازی میکنه ولی این وسط فید میشه. هایابوسا میزنه سی رو، یکی از اینا 3 تا از اونا این وسط میمیرن و هایابوسا میره سر ترتل میگیرن دیگه ایزی ترتلو. خب بازی آروم شد. بچه ها این نکته های ریز رو حتما بگیرید، ببینید چه قشنگ دارن لایناشون رو با هم عوض میکنن و جای هم دیگه پوش میدن. وقتی میبینید که توی لاین نه شما میتونید پوش کنین نه این میتونه پوش کنه، حتما لایناتون رو با هم عوض کنین بلکه فرج بشه. خب اینجا مسکو رکب نمیخوره و به وسیله این 2 نفر این 2 بزرگوار دمیج خاصی نمیخوره. خب اینجا 2 نفری بهش جوین میدن تیم قرمز، از این ورم تیم آبی داره جوین میده. خب ریختن سر این پوفیوز، ببینیم کی میتونه بگیره. بله جولیان با رتیویوشن میدزده و بله خب هایلوس هم اینجا میاد یه ارجندام میکنه و دوباره برمیگرده. نمیدونم فازش چی بود، فقط میخواست که ببینه، احتمالا میخواست ببینه که اگه رو فارمش نیست جولیان بیاد فارمش رو بگیره. خب حقیقی خوبی بود. خب اینجا هایابوسا نمیذاره که دست به تاور بخوره. بله بعد شما میبینید الان هریس بالا بود باز الان دوباره رفته پایین، ماتیلدان پشت سرش. خب لایناتونو بچه‌ها حتما این نکته حواستون باشه، خیلی نکته مهمی بود. خب 4 نفری دارن تو مپ راه میرن. هایابوسا هم که اینجا میخواد تاور بندازه، 2 نفر رو میدن و پایین هم که ماتیلدا و هایلوس دارن با هم دست و نرمه پنج میکنن. خب هریس هم اونجا بهشون جوین میده، اینجا جوشین هم جوین میده، اولتش هم میزنه. ماتیلدا اسکیلشون میزنه که فقط در بره، بس که داره بوی فایت میاد. خب اینجا گوزم اولتشو میزنه. بچه اینجا یه اتفاق بد افتاد، دستم خود اومد اینور و تو فایت هم تمام نشد، برنگشت ندیدیم اینجا چه اتفاقی افتاد. فقط دیدیم که جولیان ویو زد و با یه چوسی اچ پی در رفت، البته درم نرفت. هریس اینجا ترتیبش با یه فلیکر داد. اینجا 3-3 هایابوسا هم از اون پشت داره جوین میده، میره بالا سر مسکو هم با یه فیلیک و یه اسکیلیه که تمیز در میره از زیر دست و پای هایابوسا هم به نشانه فشار یه ایموت میده و بله اینجا گاتو داره اعلام نقشه میکنه که بیان اینور و هیچ کس هم به چپش نبود و بله جولیان هم که ریف شد. خب اینجا ماتیلدا میره دور سر جوشین میچرخه ولی خب غلط خاصی نمیکنه. اینجا سیسی هم ولتش علکی هدر داد میستاد و بله اینجا میبینیم چه اتفاقی قرار بیفته. کی میگیره ترتلو. خب اینجا هایابوسا یه ارزندام میکنه میره بالا سر سیسی، از اون ورم که گاتوت اولتشو زد، ویو هم که ترتلو از آن خودش کرد، اولتش هم زده، همه رو داره یکی استال میکنه. خب اینجا ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته. هایلوس میره بالا سر جولیان و میگیرتش. خب اینجا جوشین داره جون میده. خب اینجا اولتش هم میزنه. اوه بچه ماشاءالله مسکو 3 نفر رو میچسبونه به هم، چه کار خفنی کرد مسکو، راه فرار جوشین رو فراهم میکنه. اینجا هم تگ نفری داره دووم میاره، بمیر دیگه دن سرویس چه دوومی آورد بچه‌ها، چه قشنگ کار کرد مسکو، 3 نفر رو چسبون به هم. ولی خب دارم نگاه میکنم جوشین هم فرار نکرد و مرده، من حواسم به نقشه نبود. بله اینجا هم تک به تک هایابوسا ریخته سر هایلوس و میگیرتش تو تک به تک. بچه چیکار کرد مسکو، من تو کف کارشم، خیلی قشنگ بازی کرد. یعنی اگه یکی اونجا بود میتونست قشنگ بگیره تریپ کیلو. اینجا هم یه فست هند دوباره از هایابوسا، من تو کفشم بچه، خیلی قشنگ کار کرد، خیلی حال کردم با اون حرکتش. حیف که تیم آبی قدر این موقعیت رو ندونست. خب ولش کن برگردیم به ادامه بازی 4-4 ببینیم چه اتفاقی قراره اینجا بیفته. بله اینجا میچسبه به دیوار هایلوس. اونجا دیدین بچه چی کار قشنگی کرد، با یه باد جولیان رو مجبور که اسکیلشو بزنه و رفت بالا سرش. نمیدونم چرا یا اولس نداشت یا مصرف نکرد و ترجیح داد که بک بده.
خب فعلا بازی آروم شده، تیم‌ها منتظر لردن. بچه مسکو اونجا چه غلطی داره میکنه؟ خب الان میاد بالا سر بله با یه فلیکر بچه با چیز مسکو خیلی داره قشنگ بازی میکنه، از بازیش داره خیلی خوشم میاد. به نظرم تا اینجای کار خیلی خوب بازی کرده و در حد یه مارکسمن خیلی خوب بازی. بچه تعداد کیلا زیاد بالا نیست، میبینید که 12-7 بازی داره دنبال میشه. خب اینا منتظر لردن، میبینید که 5 نفری نزدیک به لردن و بله رفتن بالا سر لرد. تیم قرمز هم داره جوین میده، 3 نفری دارن میان. بله اینجا 5 نفری ماتیلدا هم اونجا وایساده که کسی نزدیک لرد نشه و ایزی میگیرن لردو. خب الان این چه کارزشه؟ چرا دارن فایت میکنن؟ منتظر لرد باشن دیگه وقتی لرد بزنه. خب اینجا تیم‌ها ریخت و پاش میکنن، ببین چه اتفاقی میفته. ویو اولتشو میزنه، گاتوس هم از اونجا یه اولت تمیز، هایابوسا جولیانو حذف میکنه، ویو هم که هایلوسو، دو تا از ایرهای مهم تیم قرمز حذف میشه. اینجا هایابوسا میچسبه به فار و لردی که به موقع اومد و به کمک داد تیم آبی رسید. ولی خب یه خبر واسه تیم قرمز، چون خب دیگه تاور بیس میدشون به راحتی اینجا میفته. بله حالا اینجا هم گاتوت با اسکیل 2 افتضاح خودشو به کشتن داد. خب اینجا هریس هم که اولتشو میزنه میره وسط، سیسی هم 2 نفر رو با اولتش میچسبونه به هم، هایلوس و جولیان هم ریو میشن. خب هایلوس میاد وسط که بیشتر دم اینجا رو بخوره، اولتش هم میزنه، جولیان 2 نفر رو میبره رو هوا، ماشاءالله دابل کیل هم میگیره. اوه ببینین هایابوسا رو ببینید، دابل کیل میگیره، ماشاءالله پسر، واقعا که برازنده یکی جهانی. ایول پسر. خب تیم قرمز چرا هیچ گوی نمیخوره؟ الان بیسشون میفته که. خب با یه میس شات از مسکو اینجا بد کاری کرد. خب ویو هم اولتشو میزنه، هایابوسا میره اون وسط، بچه با پینگ 10 داره خودنمایی میکنه. ولی خب جوشین ترتیبشو میده. چه بازی هیجان انگیزی شد اینجا. دابل کیل میگیره یا نه؟ زیسی بای لاشخوری میگیره کیلشو. چه بازی هیجانی شد این واسه یه لحظه صدام گرفت. خب بازی فعلا باز دوباره آروم میشه. وای چه قشنگ کار کردن تیم‌ها. دیدین بچه هایابوسا از کجا اومد دابل کیل گرفت، اصلا جمع کرد همه رو. بچه‌ها حتما بشین بازیکن جهانی رو ببینید، خیلی تو بازیتون تاثیر میذاره. حالا بالا نسبت همتون، ولی خب میتونه از حالت نوب بودن در بیاره بعضیا رو. خب اینجا همه دارن تو لاین جمع میشن. هنوز یه تاور نیفتاده از میت، خیلی جالبه. بله اینجا اولین تاور میدم میفته. بچه بازی 17-12 داره پیش میره. خب اینجا ماتیلا داره دور سر 2-3 نفرشون میچرخه، ولی خب هیچ غلط خاصی نمیکنه. اونجا گاتوزا اولتشو میزنه، فقط جولیانو میگیره. بچه ببینین اولت ویو، 4 نفر تو رنج اولت ویون. خب اینجا ویو میزنه، هایلوسو چیکار داره میکنه اونجا؟ هایابوسا. بچه هایابوسا رو ببینید، خب مسلما یکی جهان دیگه باید خوب بازی کنه. خب بچه همه تیم قرمز تو کسری از ثانیه به تاریخ میپیوندن و بازی اینجا جمع میشه. بچه دیدید چقدر خوب بازی کردن اینجا؟ اصلا خودم خیلی عشق کردم بچه با این بازی. امیدوارم همونقدر که من لذت بردم شما هم لذت برده باشید. خب بچه اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید. ویدیو هنوز تموم نشده ولی خب من دارم مقدمات خداحافظی رو میچینم. صاحبه که گفتم لایک کنید، کامنت بذارید، زنگولش هم فعال کنید تا از ویدیوهای بعدی ما بیخبر نمونید و با هم ببینیم کلی لذت ببریم و اشغال کنیم. خب بچه‌ها اون جولیانی که ما فکر می‌کردیم خیلی قرار خوب بازی کنه اینور برنز میشه. جوشین هم که MVP لوز میشه. از اون ورم ماتیلا MVP، هایابوسا هم با آمار 11-2-5 آمار فوق‌العاده. و از این ورم خب اگه بخوایم بگیم کی بد بازی کرده با آمار 0-5-13 آمار بدی هم نیست، ولی خب از بین این 4 اساطیر این از همه بدتر بازی کرده. خب بچه‌ها اینم از شماتیک نتایج این بازی. امیدوارم از دیدن ویدیو بازم لذت برده بوده باشید. تا ویدیو بعدی، البته ببخشید اینو بعد قبلش میگفتم، دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.